مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره هلاکت باز یک کودک در زیر چرخ ماشین رهگذر خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، شام 7 میلیون سال 2023 تقریبا ساعت 20:00 دقیقه راننده اتومبیل طبقه اوپل استرا تحت اداره راننده ستوروف محمد شاه سال تولدش 1972 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت از سمت شهر ترسونزاده به سمت شهر ایسار در حدود دهه افغان آباد شهر ایسار از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد خردسال عبدالسلام زاده زبیدالله سال تولدش 2015 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خردسال عبدالسلام زاده جراحات گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. یک روز قبل مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده بود که روزهای 5 و 6 میلیون سال 2023 در 3 صدمه در جماعت زال زل نویه بلخی، جماعت کریم اسماعیلوف شهر وحدت و در حدود دهه جهانزیب در کنار شهر کانو بادام 3 نفر از جمله یک کودک 7 ساله به هلاکت رسیده، دست کم 2 نفر دیگر از جمله یک کودک 2 ساله جراحت برداشتند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می روند. تنها در ماه مای سال جاری بنا به حسابها بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری تا 40 نفر به هلاکت رسیدند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.